سوالی یک حل نوبرابری رو یا x minus 1 تقسیم x minus 2 از نو خود رو یابد. این نمود سوال رو چه کار میکنیم؟ وقتی کسر داده شده است، یا که این مدل نیست است، این نوبرابری است، من باید ریشه های صورت و مخرج رو باید علایده یابم. یعنی چیکار میکنم؟ هم صورت رو x برابر 9 میکنم برای ریشه، هم مخرج رو برابر 9 میکنم. و از اینجا با من دو ریشه است، 1 و 2. اینها ریشه های مدل نیستن، اینها برای حل نابرابری ها لازم است. و نابرابری رو چه کار میکنیم؟ اگر در اختیار داشته باشین x رو مینویسم و چیکار میکنم؟ ریشه ها رو از خورد، این از مینوس به آخر، یکم ریشه خوردی من این 1 است، 2 است و به آخر. و اینها رو باید کار کنم. در کتاب ها من دیگر نشان میدم. هر دوش یک معنا دارد. یعنی ifade من x minus 1 تقسیم x minus 2. و بعد شما چه کار میکنید نابرابری رو؟ بین مینوس به آخر و یک رقم رو انتخاب کنید. یگان رقم انتخاب کنید که وقتی ifade میمونم من به جواب عددی نیو من به مثبت یا منفی لازم است. و میتونید شما یکی رقم آسان رو انتخاب کنید. بین مینوس به آخر یک، یعنی شما میتونید مینوس 10 و مینوس 100 مینوس 1000 رو انتخاب کنید. یکی از همه آسان بیاین 9 رو انتخاب کنید، چون که 9 بین اینها هست. وقتی بعد شما خودتون میپرسید وقتی به جای x من 0 مونم، ifade من مثبت میشود یا منفی؟ 0 مونیم چند میشود؟ وقتی اگر 0 مونیم 0 مینوس 1 در صورت بیاین در اینجا کنم 0 مینوس 1 و در مخرج 0 مینوس 2 و این چند رو مینوس 1 تقسیم مینوس 2 و در آخر 1 تقسیم 2 و من جواب عددی مهم نیست، با اشارهش میگم این مثبت است و پلوس میمونم، یعنی بین این عددها این مثبت است. بعد بین 1 و 2 باز هم من یک عدد انتخاب میکنم، عدد بوتون شرط نبودنش، عدد کسری یا اینکه دهی هم شده میتونه. بیاین ما بین رو انتخاب کنیم، 1 از 5 رو انتخاب کنم و چیکار میکنین؟ جای x اگر 1 از 5 رو مونم مینوس 1 تقسیم 1 از 5 مینوس 2. سرعت جوابش مهمه. سرعت منفی میشه، سرعت بخشش مثبت میشه، مخرج بود منفی میشه و وقتی من یک مثبت رو به منفی تقسیم کنم جواب من منفی میشه و در اینجا من منفی میمونم. بین 2 و به آخر باز اگر رقم رو انتخاب کنید، شما میلیون رو انتخاب کردن، 1000 رو انتخاب کردن، 100 رو، 3 رو، 5 رو، 10 رو انتخاب کردن فرق نداره. یعنی شما همه عدد انتخاب کنید که وقتی شما جای x میمونه حل کار شما آسان گرده. بگذار 5 رو مونه چند میشود؟ صورت مثبت میشه، مخرج هم مثبت، این پلوس میشه. و از اینجا بعد تمام کردن خلاصه میبریم. از شما چی میخواد؟ از شما میخواد که از نوع خود رو، یعنی کی منفی است همان رو باید بیابیم نشون دهیم. یعنی 3 من جا دارم، یکمش پلوس مثبت منفی بعد باز مثبت و من منفی رو انتخاب کنم، چون که از من میخواد که کی این به منفی میشود، از نوع خورد میشود. و چه می‌نویسیم جواب رو؟ x از 2 خورد و از 1 کلان. نگاه کنید در اینجا برابری نیست، من اینو برای فهمیدن موندم. در اینجا چون از 9 خورد یعنی برابرش نمیتونم. برابری نمیمونیم با 1، چون که اگر وقتی x با 1 برابر شد ifade ما با 0 برابر میشه، لیکن برابری نیست در اینجا، فقط خورد برابری نیست. برای همین از 1 کلان و از 2 خورد جوابی d رو انتخاب میکنیم. اگر این خیل می بود برابر می بود چیکار میکردیم؟ بعد شما میتونستیم گفته 1 شده میتونم و جوابی b شده میتوان نیست. اگر جواب رو شرطی سواری وضع میکنیم برابری میمونده بعد جواب ما b میشود. یکی که برابری نیست جوابی ما d است.